بعد یک ماه سلام. فردا آخرین امتحان نهاییمه. امروز 21 خرداد تولدم. داریم میریم کیک بخریم. آره همین دیگه فردا هم دیگه از مدرسه آمدم، باید اینجا رو سر سامون بدم. بهترین حس میدونی چیه؟ اینه که این برنامه امتحانی رو این آخر شیمی بکنی بندازی که مچالش کنی، خیلی حال میده. آره باز کن. سلام، ما اومدیم یه دونه از اینا خریدیم. کیکم هم گرفتم. سلام، این تیپمه. اینجا نگاه رجلبی شده. نه جای دکممه. خب من عکس فیلم و اینا رو گرفتم براتون، همه رو میذارم اینطوری دیگه. یعنی من تیم وضعیت رو شاید میکنم، دارم شیمی میکنم، نمونه سوالای نهایی رو دارم برمی میکنم. آرایشم هم پاک کردم. بعد آره بعدش برم یه دوش بگیرم. بعد بخوابم. فقط تموم شه، فقط این 12 سال تحصیلی تموم بشه. سلام، من اومدم مدرسه، امتحانم رو دادم، آخرین امتحان، خیلی ذوق دارم. قراره بریم خونه، راحت شدیم. همین دیگه. ما اومدیم خونه مادر بزرگم. با بزرگم خوابن. ساعتم 8 شبه. بعد دارم ناخونامو میذارم. برای خواهرم انگشتم دقیقا همین شکلی، فقط یه ذره کوتاه‌تر. این انگشتم میلرزه کلا. مامانم اینا اومدن، رفته بودن خرید، الان اومده. مردم و نارضایتی هایی که بعضا وجود دارد مردم را علیه و زورگویی دارد و حق ملت ایران رو دنبال این هست که گذاره بکنند. باید پاسخ محکم باشد. مردم پشت سر نیروهای نظامی ایستادند. من از خواب بیدار شدم، اومدم قفس این دوتا جوجه شیطون رو تمیز کنم. نگاه کنم اومدم زیر آب. بعد این دوتا گربه هم همیشه بهشون غذا میدیم. اومدن این دوتا رو ببینن. این کوچولوه رو ببین، این دختره، این پسر خیلی نایسی مادر. اینم که برفی خودمونه. برفی این ناراحتشون نذاشتم بیاد بیرون. من ناراحتی داره دیوونه میشه. الان میرم بیارمش بازی کنه. اول اینو تمیز کنم. این همه برای اینا نمیریزم ولی یه ذره نونو میخورم. اینا مثلا برای 2 هفته ایناشونه. بعد الان دارم نونا رو میریزم کیسه که بندازم دور کسی بشه. با چه دقتی نگاه میکنه. برفی رو دید. آخه برفی با اینا دعوا میگیره. سلام، من از همون اومدم، موهامم بافتم. حتی دماغم تو دوران امتحانا پف کرده بود، یعنی انقدر بزرگ شده بود، بعد افتاده بود. خیلی پف وحشت دیوارا. آره اینطوری. الانم یکم دراز بکشم، استراحت کنم. اینترنت هم که خیلی ضعیفه، نتا رو قطع کردم. همین دیگه. ایشو میاد جلو در وای میسته، میگه به من غذا بده. نه با این دوسته بدونشون الان غذا بیارم. قبلا میتونستی نازت کنم، چی شده؟ نه الان دارم میبرم بهش غذا بدم. همیشه یه مشت بهش میدیم. برفی هم جلو در وایستاده، من در رو وا کنم بپیچه بیرون بره با اینا دعوا بکنه. دوستت کو؟ اینجا دوستتم؟ نه این همه برای شما گوشت ریختم، نخوردی؟ بیاد جون. این صدای این پسره بود اصلا، صداش نازک. چیه؟ سلام، امروز اینجا روز شروعیه. از صبح بیدار شدیم ساعت 9 اینا. داییمم اومده، دارن یه چیز درست میکنم. بعد من مرغ گذاشتم، الان بهتون نشون نگاه کنیم. خیلی خوش رنگ شده. اینجا هم سیزمی دارم سرخ میکنم. همین حالت شیرازی هم درست کردم ولی لیمون و نمک و ایناشو هنوز نکنم. خب خوشگله. پرستوها اومدن
تو پارکینگ ما لونه قیافش نگاه خدا. این شوهرش هم اینجا میمونه، جاشون با هم عوض میکنه. حالا نمیدونم این نرسی هم بوده. لونهشون خیلی باحاله. اومدیم الان داریم آبدو خیار درست میکنیم. ماسته، آویشه، فلفل سیاه، اینم یه سبزی خامه. این چیه؟ کشمش. آقا من میخوام این کیک هویجگری درست کنیم. باید 2 تا لیوان آرد بریزیم. می‌خواستم یه راهی بهتون نشون بدم برای اینکه خوشگل الک کنیم. این الک رو اینطوری بذارید رو این، بعد با هم برگردونید اینجا. الان بهتون نشون بدم. اینطوری دیگه هیچ جا کثیف نمیشه. حالا شاید خیلی هاتون بلد بودیم ولی خب گفتم بازم بگم. ببریه رو بریدن، داریم گوشتاشو میبریم. یعنی جگر سفیدش همونم این چیه؟ منم بقیه چی باشه. بچه ها سمبوسه همون آماده شد. حالا سه داریم سرخ میکنیم. حالا این هم داریم که میذاریم داخل فریزر. یک این شد که دونش هم این شد. یه 2-3 دقیقه اینا بیشتر میموند برای همین ها. بعد برای همین یه ذره برشته شده نسوخته. صبحتون بخیر. نتیجه کیک هویج خیلی خوشمزه شده. اینجا رو ببینید. این خودش بچه است. بچه هم داده. خیلی خوشگله. اینم داره میده. این از وسط ساقش یهویی بچه داده. خیلی عجیب بود برام. ببینی یکی دیگه هم داره میده اینجا. از اینجا هم داره بچه میده. از اینجا هم داره میده. اینم بچهش خیلی طول کشید تا در بیاد ولی ایناش ولی خب از اینجا هم دوباره داره بچه میده. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ من از صبح نبودم، درگیر گلم بودم. دیروز 3 تا گل گرفتم. بعد یکیش بابا آدم پتوس قلبی با این یارو اسمش چیه؟ شما دارم. بعد آقا من این بابا آدم رو آوردم خونه، اومدم خاکش رو عوض کنم. از توی خاک در آوردمش پر از کرم، پر از چته، نمیدونم تنش رو خورده بودن. اصلا یه وضعیت. هیچ یه دونه گلفروشی اینجا بود، بهش پیام دادم و اینا. گفت بیار من اوکیش میکنم، درستش میکنم و اینا، بعد میدم ببریم. دیگه الان یه ساعت دیگه میخوام اونو ببرم درستش کنه، بدم بهش یه ماه بمونه دستش ببینم چی میشه دیگه. فقط خدا کنه درست شه. همین. این تنه اصلیه یه دونه ریشه داشت. اینا یه دونه ریشه داشت از این بغل. بعد پیام دادم بهشون، گفتن یه جوری اینو بذار داخل آب که فقط ریشه تو آب باشه، تنه تو آب نباشه. این تنش وای بچه فقط قدری حساسیت ظاهر، توش یه مواد سمی داره. بعد من قارچ اینا هم بهش زدم که نباید می‌زدم، تا جایی که تونستم شستم، ولی سعی کردم که بهش دست نزنم، چون وقتی دست زدم دستم کامل کس می‌کرد دیگه، دستمو حس نکرد. اینم خودشه. بعد این 2 تا چیز داشت، پاجوش داشت. اینا پاجوشاشه. یه دونش این 2 تاه، یه دونش هم این 3 تاه که این یه دونه برگش اینطوری خراب شده و اینا اینجا و اینطوری. این پژمرده شد یکم، با این یکم پژمرده شده دیگه. ببرم بدمش بهشون، امیدوارم فقط درست بشه، خراب نشه. همین بچه ها اینو هر جا دیدیم بخرین، خیلی خوبه. سیترش وا کنه، اصلا خیلی خوبه. بوی توت فرنگی میده. نگاه کنید چقدر زیاد است. بال خیلی خوبه.
بعد امتحان نهایی اصلا ترکیدم، ولی خب تو همین چند وقت دوستم خیلی خوب شده. اینجا تعطیل لکی بوده رفته، اینجا تازه یه جوش زده، بعد اینجا یه ذره لکی. حالت چطوره؟ امیدوارم که حالت خوب باشه. امروز کل اتاق ریختیم، تمیز کردیم، البته هنوز تمام نشده. از صبحم که خوب صبحونه کرده بودم زمینی خوردم، بعد یه دیگه کیک هویج بود دوباره خوردم، یکم هندونه خوردم، الانم پنکیک درست کردم. اینا همه دستوراشو داخل کانال تلگرام میذارم. فیلم میبینم و کار میکنم. من که پنکیک ها باختشو ببینیم، مثل اینو بردم من خوب سرخ نکردم دیگه بگیره، خیلی خوشمزه است. اینجا هنوز ترکیده است. اینجا رو تمیز کردیم، اینجا رو تمیز کردیم، کتابا اونجاه، چند کتاب داستان اینجاه، وسایل ناخونه اینجا، هم یه سری وسایل دیگه است، شارژرام، دفترم، اینم که چیز پس اسمش چی بود، شیشه بکن. عروسک ها رو برداشتیم، اونجا رو تمیز کردیم، گیاهامو دوباره بردم زیر آب شستم، اینا رو چیدم. زموفیلیا دوباره اینجا هم زموفیلیا، فیکوس، شامادورا، پتوس قلبی، پتوس معمولی، پتوس ابلق، پتوس نمون. اینم نمیدونم واقعا اسمش چی بود. اینم دوباره پتوس نمونه، اینم پتوس ارتشی. همین بچه اینو جای دیدی بخرید دست منم. حالا براییه خیلی خوب لایی برداری میکنم، از تلویزیون خریده بودم. من الان زدم، بعد 2 دقیقه بمونه، بعد لایی برداری میکنم دیگه، خشک نمیشه، بعد اینجوری میکنم میریزه. آره الان موقعشه. ببین گله میشه. این گله ها رو تا زمانی که سفت بشه باید اینطوری بمونن 2-3 دقیقه طول بکشه. جوجه چیه این؟ گنجش که نگاه چطوری؟ که دیگه همین هاشی خوابش میاد. کجا میخوای بره؟ ها؟ سلام، حالتون چطوره؟ ما خیلی خونه حسنمون سر رفته بود، اومدیم خونه مادر بزرگم. الان هم میخوایم نهار بکنیم، بعد بریم خونه، از اون طرف بریم باغچه دایمینا. خلاصه امروز حسنمون خیلی سر نمیشه. ما پتمون آوردیم بیرون. اون فقط خدا چقدر خوشگلی. خدا چقدر گنده شدی. تشنته؟ بیا بریم آب بخوریم. نازت کنم پدر سگ. خوشگل‌ترین چیزی که میشه دید همینه. کن سلام، تو چطوری؟ خیلی خوشی. گشنه‌ای؟ خیلی خوب. بیا سر کن. بادیکا چه شکلی میخوره؟ الان خودش قورت میده. ای خدا گرسنه بودی مادر، چقدر بزرگ کردی؟ میگه خوبه. فندا خوبی؟ فندا آره. نمیدونیم ما با یه بدبختی این 5 تا رو آوردیم خونه، به بدبختی بایدش تشنه. آره گلابی باغچه، نگاه چقدر خوشگله. زده از درخت افتاده. دیگه چه درختی داریم؟ نمیدونم. این که انگوره، برگاشو داریم میچینیم. چی درست کنیم با دلمه؟ از انگور ننه آره میدونم. اینا هم این شلی شمس خوشمزه های، اینا هم زردالوه. گوجه سبز داشتیم اینجا، نمیدونم چی شد. فکر کنم نه اینا هم گوجه سبز نیست. گوجه سبز ها نمیدونم چی شدن. بیا بده من اونو میکرد. آره
بوده چای آتیشی میخوریم، خیلی خوشمزه است. من که چای نمیخورم، چای آتیشی رو میخورم. آره دیگه اینقدر چای خوردم لبه هاشو ببین ردا گفت نشون بدم. از اینجا بگیم نگوشم بچه ها پیش هم خوابیدیم. آره خوش میگذره. پنبه عشقم داره اینا رو سیخ میکنه. خوشمزه. من شعر میخونه. من نقطه این که صافه یه ساعت بکر آقا شعر زیاد شده تو این انسان متاسفانه تعطیل شد. اینه که به تلکن